آخرین سنگر نیروهای کردستان عراق در توزخرماتو. پرچم سیاه رنگ بر بالای این منبع آب مرز کردها و داعش را مشخص کرده. پشت این شهر که در کنترل سنی‌های افراطی است، شهری ترکمان نشین و شیعه بیش از 2 ماه است که محاصره شده. اونجا سلیمان بگه که کاملا در کنترل نیروهای دولت اسلامی، اطرافش هم روستاهای سنی نشینه که دارن با این نیروها همکاری میکنن. پشت اونجا میشه آمرلی که از هر طرف تحت محاصره قرار گرفته. اینجا آخرین نقطه‌ای که ما میتونستیم بیایم و نیروهای پیشمرگ هم اینجا در حال آماده باش هستن. این سنگر هم خود بارها هدف حمله قرار گرفته. فرمانده به ما آثار تک‌تیراندازان داعش را نشان می‌دهد و از سختی شکستن محاصره آمرلی می‌گوید. آمرلی از 4 طرف محاصره است. روستاهای اطرافش هم دست نیروهای داعشه که سلاح‌های خوبی دارن. روستاهای اطراف همه با داعش هستن و همین کارو سخت می‌کنه. الان فقط خود مردم آمرلی هستن که دارن مقاومت می‌کنن. ظاهراً گروه دولت اسلامی بارها تلاش کرده که توز را هم از آن خود کند. این خودروی زرهی متعلق به داعش بازمانده نبرد چند هفته پیش است.